شب تولدت بود. همه دور هم جمع شده بودن. یکی از دوستات با لبخند اومد سمتت. بغلت کرد. تبریک گفت. همه چیز عادی به نظر می رسید. تا اینکه یه سوال ازت پرسید. راستی این ماشین رو از کجا خریدی؟ تو هم خیلی معمولی جواب دادی. اما چند دقیقه بعد دوباره پرسید قسطیه یا نقدی خریدی؟ بعد چند ثانیه سکوت کرد و آخرش گفت خب آره شانس آوردی دیگه. اون لحظه شاید فقط خندیدی، اما چیزی که باید متوجهش می شدی این بود. حسادت همیشه با اخم شروع نمیشه. گاهی با یک سوال شروع میشه. سوالی که ظاهرش کاملا دوستانه است، اما هدفش فهمیدن حال تو نیست. هدفش اینه که مطمئن بشه از اون جلوتر نزدی. روانشناس‌ها سالهاست درباره حسادت تحقیق میکنن. نتیجه جالبه. آدم‌های حسود معمولاً مستقیم نمیگن از موفقیتت ناراحتم، چون این اعتراف برای هر کسی سخته. در عوض شروع میکنن سوال پرسیدن، اما نه هر سوالی. سوالهایی که بیشتر از این که از روی کنجکاوی باشه برای مقایسه کردنه. مثلا حقوقت دقیقاً چقدره؟ یا حتی واقعا خودت این موفقیت رو به دست آوردی؟ ظاهر این سوالها عادیه، ولی چیزی که مهمه اتفاقیه که بعد از جواب تو میفته. اگه طرف مقابل واقعا دوستت باشه، بعد از شنیدن موفقیتت انگیزه میگیره. تبریک میگه. سوالاتش ادامه پیدا میکنه چون دوست داره ازت یاد بگیره. اما اگه حسادت پشت سوال باشه، کم کم جمله هایی میشنوی مثل خب شانسی بوده. الان همه این کار رو میکنن. چیز خاصی نیست. ببین تا کی دووم میاره. روانشناسی به این رفتار میگه کم ارزش جلوه دادن موفقیت دیگران. چون وقتی نمیتونه موفقیت تو رو انکار کنه، سعی میکنه ارزشش رو کمتر نشون بده. اما اینجا یه اشتباه بزرگ وجود داره. هر کسی که درباره درآمدت، ماشینت یا موفقیتت سوال میکنه حسود نیست. بعضی‌ها واقعاً کنجکاون. بعضی‌ها دنبال یاد گرفتنن. تفاوت فقط توی سوال نیست، توی واکنش بعد از جوابه. دوست واقعی از رشد تو احساس تهدید نمیکنه. ممکنه حتی ازت جلوتر هم باشه، اما وقتی موفق میشی از ته دل خوشحال میشه. دوست حسود برعکسه. ممکنه جلوی خودت لبخند بزنه، اما ته دلش امیدوار باشه یه روز شکست بخوری تا دوباره احساس برابری کنه. برای همین اگه یه روز دیدی کسی مدام موفقیتت رو زیر سوال میبره یا بعد از هر خبر خوب دنبال پیدا کردن اما و اگر میگرده، لازم نیست باهاش دعوا کنی. فقط یه چیز رو یادت باشه. همه آدم‌هایی که کنارت لبخند میزنن لزوما تماشاگر موفقیتت نیستن. بعضی‌ها فقط منتظرن ببینن کی زمین میخوری و شاید بالغانه ترین تصمیم این نباشه که از همه فاصله بگیری، بلکه این باشه که موفقیتات رو فقط با آدم‌هایی شریک بشی که واقعا از رشدت خوشحال میشن. حالا توی کامنت ها به هم بگو تو هم تا حالا از این دوستای حسود داشتی؟ چه ویژگی‌های رفتاری داشتن که متوجه شدی بهتره ازشون دوری کنی؟ اگه تا اینجا یه ویدیو با من بودی و دوست داری بیشتر با هم دیگه رازهای زندگی رو کشف کنیم، حتما کانال رو سابسکرایب کن و تا ویدیوهای بعدی حال دلت خوش.